سلام، من حمیدرضا هستم. توی این ویدیو قصد دارم به ویجت کانتینر بپردازم. بریم که داشته باشیم کانتینر رو توی فلاتر. در ادامه سعی میکنم تمام پراپرتی های کانتینر رو داخل فلاتر واسه شما کامل توضیح بدم. مرسی. خب توی فلاتر یکی از پرکاربردترین ویجت ها ویجت کانتینر هستش. کانتینر واسه زمانی استفاده میشه که من میخوام یک باکسی رو داخل فلاتر طراحی کنم. کافیه همینطور که داخل کد میبینید داخل ویجت سنتر یک چیلدرنی رو نسبت بدم به ویجت کانتینر. پس می نویسم child کانتینر پرانتز باز و بسته یه هایت و ویدسی بهش حداقلی بهش میدم، مثلا 250 پیکسل و یک رنگ قرمز. اگر داخل امولاتور مشاهده کنید باکس من طراحی شده و نمایش داده میشه. کانتینر کاربردهای زیادی داره. توی فلاتر شما میتونین کاردهاتون رو با کانتینر طراحی کنید. دکمه اگه خواستین طراحی کنید با کانتینر طراحی کنید. نمیدونم هر چیزی که فکرشو بکنید بخواین کاستوم کنید میتونین با کانتینر و پراپرتی های اون طراحی کنید. من واسه این که شما واضح تر مشاهده کنید یک چایلد دیگه بهش میدم به نام کانتینر که اینو میخوام وسط باشه. پس با ویجت سنتر، البته یه راه حل دیگه هم که دارم واسه اینه که از الاینمنت استفاده کنم. وقتی alignment.center رو بهش نسبت بدم چیلدرنی که داخل کانتینر دارم وسط چین میشه. حالا اون چایلدی که الان دارم ساختم 150 پیکسل رنگشو میذارم colors.blue. الان میبینید که یک کانتینر دیگه درون کانتینر اصلی من نمایش داده میشه. همینطور با الاینمنت میتونم اون کانتینر رو پوزیشنش رو تغییر بدم، مثلا تاپ رایت، باتم سنتر و المانای دیگه. الان در حال حاضر میذارم روی حالت سنتر چون میخوام با بقیه پراپرتی ها یک استایل خوبی رو به کانتینرم نسبت بدم. اگه از مارجین استفاده کنم میتونم از 4 طرف با پراپرتی آل بهش فاصله بدم، ولی من اینجا از آنلی دارم استفاده میکنم. پس از بالا 500 دیپ و از سمت راست تقریبا نزدیک 100 دیپ فاصله میدم. یکی از پراپرتی های مهم کانتینر پراپرتی دیکوریشن هستش. دیکوریشن زمانی استفاده میشه که من بخوام یک استایلی رو به کانتینر خودم بدم. الان اگه ارور رو مشاهده کنید داره میگه کالرز رو تو بیرون از دیکوریشن تعریف کردی، پس این باعث میشه که ارور ایجاد بشه. چرا که من وقتی دیکوریشن استفاده کنم باید کالرز رو بیارم داخل باکس دیکوریشن. کافیه اینو کاتش کنم بذارم داخل باکس دیکوریشن، پس ارور من رفع میشه و رنگ باکس من به قرمز در میاد. یک پراپرتی دیگه ای که میتونم برای استایل استفاده کنم پراپرتی بوردر هستش. از بوردر دات آل استفاده میکنم واسه اینکه میخوام 4 طرف باکس من مقداردهی بشه. یک کالری بهش میدم که مشکیه و یک سایزی بهش میدم که تقریبا 15 هستش. مشاهده میکنید که دور تا دور باکس من یک بوردر قرار میگیره.
پراپرتی بعدی border radius هستش که 2 تا المان داره، یکی all و بعدی only. من از all استفاده میکنم واسه اینکه میخوام هر 4 طرف من یه مقدار ثابتی رو رادیوس بگیره، یعنی حاشیه 4 طرف من میخوام دایره شکل بشه. اینو اگه من مقدارشو بیشتر کنم میبینید که خیلی واضح تر نمایش میده این موضوع رو. یا مثلا پراپرتی بعدی من پراپرتی شیپ هستش. من اگه بخوام یک شیپ دایره شکل ایجاد کنم کافیه border رادیوس رو پاک کنم و از باکس شیپ دات سرکل استفاده کنم. وقتی از باکس شیپ دات سرکل استفاده میکنم نیاز به border رادیوس ندارم و باکس من دایره شکل میشه. اگه روی حالت رکتنگل بذارم خب برمیگره رو حالت اولی، یعنی مربعی یا مستطیل شکل. یا یک پارامتر دیگه ای که خیلی کاربردی داره باکس شادو هستش. باکس شادو یک لیستی از باکس شادو ها میگیره که مثلا من میتونم چند تا شادو پشت سر هم به باکسم اعمال کنم. اینو وقتی برین جلوتر توی پروژه های بزرگتر، وقتی طراح شما با فیگما طراحی میکنه معمولا 3-4 تا شادو پشت سر هم میذاره توی باکستون و یک زیبایی خاصی به اون کاردتون میده. کافیه اینجا هم شما چند تا لیست از شادوها ایجاد کنید که خب یک رنگی میگیره، یه بلر رادیوسی میگیره و آفست از همه مهمتره، چون نشون دهنده اینه که شادو چه مقدار از X بیاد جلو چه مقدار از Y بیاد جلو، یا برعکس چه مقدار از X بره عقب چه مقدار از Y بره عقب. همینطور که مشاهده میکنید داخل امولاتور شادویی که من نسبت دادم به باکس کامل نمایان شد. این کل ویجت کانتینر هستش. البته خیلی پراپرتی های دیگه ای داره که تو این ویدیو زمان بر میشه. من سعی میکنم در ویدیوهای آتی به مسائل خیلی پیشرفته تر کانتینر بپردازم. مرسی که این ویدیو رو مشاهده کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نشه. خدا نگهدار.